دوستان عزیز، علامه محقق ابن قیم صاحب سخنان پرحکمت و زیبا میگویند: کم جاء الثواب یسعى الیک فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى. یعنی میگوید چی بس مراتب زیاد ثواب سعی و تلاش کرده پشت در تو آمد، حاضر شد، دسترس بود، یعنی در پشت در آمد و دربانی سوف و لعل و عسا، یعنی حالا بعد میکنم، اگر چنان میشد من میکردم. این دربان ها او را از پشت در تو راندند. پس میباید این گونه دربان ها را، دربانی سوف و لعل و عسا، اگر شرایط باشد میکنم، در آینده خواهم کرد، را از پشت در دور کرد تا ثواب پشت در ما که حاضر شود به ما رسیدگی کرده تواند.